چند وقت روز شماری می‌کردم برم 20مین جشنواره زیبایی اسب کاسپیان که قرار بود جمعه 14 آذر در باشگاه اسب‌سواری اسب تک‌تاز منطقه آزاد برگزار بشه. سلام، مارال هستم و با ولاگ جشنواره اسب کاسپیان امروز در کنارتون هستم. اولش بگم که خیلی خوش‌ذوق در کنار جشنواره غرفه‌های قشنگی از صنایع دستی دایر بود که حال و هوای جالبی به محیط میداد. این جشنواره به عنوان 20مین جشنواره زیبایی اسب کاسپیان برگزار میشه و جالبه که بدونید اهمیت برگزاری این جشنواره به این دلیله که اسب کاسپیان به عنوان مادر اسب‌های نیمکره شرق زمین در حال انقراض قرار گرفته و برگزاری جشنواره‌های این مدلی در حفظ و بقای این اسب باشکوه که خاستگاهش گیلان عزیزمون هست کمک بزرگی میکنه. جاتون خالی. تمام اسبای کاسپیان که در این جشنواره شرکت کرده بودن در رهه‌های مختلف به عنوان اسطوره زیبایی شناخته شدن و مردم خیلی راحت میتونستن این اسبای خوشگل رو ببینن و باهاشون عکس بندازن. من که در کنار همه این اسبای خوشگل حسابی لذت بردم. به زودی با کلی ولاگای دیگه از شمالوژی میام پیشتون.